خیلی خوش اومدید به جلسه دوم از چالش یوگای کاملا مبتدی برای افرادی که تا به حال یوگا نکردن یا اینکه انعطافشون کم هست، قدرتشون کم هست و نمیدونن که باید از کجا شروعش کنن. اگر که آماده هستید لطفاً بیاید روی متتون قرار بگیرید در یک وضعیت راحت. میتونید توی وضعیتی مثل چهار زانو یا ایزی پوز قرار بگیرید یا اینکه پاشنه پای چپتون رو جلو و پای راستتون رو روبروش قرار بدید. پاشنه‌ها در یک خط روبروی مرکز بدن قرار گرفتن. اگر این وضعیت ها برای شما خوب نیست باید پاتون رو دراز کنید، راحت باشید، هر جور که راحت هستید حرکات رو انجام بدید. برای امروز در این وضعیت نشسته قرار میگیرم و میخوام که یه خورده شونه هام رو گرم کنم. شونه رو به سمت عقب و پایین حرکت میدم و میخوایم تنفسمون رو باهاش هماهنگ کنیم. دم، بازدم، دم، بازدم. یک بار دیگه دم و بازدم. ادامه بدید لطفا. دم. اگر دوست دارید میتونید چشماتون رو ببندید. بازدم، دم، بازدم. یک بار دیگه دم و بازدم. شونه رو رها میکنیم، شونه از گوشمون دور، قد گردنمون رو بلند میکنیم، ستون فقرات صاف و کشیده. حالا گردنمون رو رها میکنیم به سمت پایین. دم، بازدم. انگار داریم میگیم آره. دم، انگار با سرمون داریم اشاره میکنیم آره. دم و بازدم. بعد از چند تنفس این کشش رو تو گردن احساس کنید، از حرکتتون لذت ببرید، قشنگ حسش کنید. دیگه همینه دیگه، بودن در لحظه و لذت بردن از همین حرکات کوچیک، همین کشش های کوچیک. دم و بازدم و بعد گردن رو میاریم در مرکز. این بار میخوایم بگیم نه. دم و بازدم. سر به سمت راست و به سمت چپ حرکت. دم و بازدم. لبخند روی لبها. با تنفس عمیقمون و لبخندی که حتی اگر الکی میایم روی لبهامون، بعدن این به سیستم عصبیمون این سیگنال رو میدیم که در جنگ و گریز نیستیم، کسی قرار نیست بهمون حمله کنه و همه چیز آرومه. سیستم عصبی آروم میشه، انقباض‌ها رها میشه و بعدن در یک حالت آرومتری قرار میگیره. دم و بازدم، دم و بازدم و بعد رها میکنیم. پشتمون رو گرد میکنیم، دست ها روی زانو، پشت رو گرد میکنیم و بعد قفسه سینه رو، قلبمون رو باز میکنیم. دم، بازدم، پشتم گرد میشه. دم. اگر کتفاتون، شونه هاتون، پشت بدنتون خسته هست، حرکت کمک میکنه که ستون فقراتمون گرم بشه. دم، بازدم. این چشما رو بسته نگه دارید و اگر راحت نیستید باز باشه. دم. قشنگ قلبت رو باز کن و بازدم. یک بار دیگه. دم و بازدم. یه چند بار گردنمون رو به سمت راست و چپ حرکت میدیم. این حرکات کاملا برای خود شماست. اگر که احساس خوبی ندارید میتونید این حرکت رو انجام ندید. اگر فکر میکنید نیاز دارید یه حرکت دیگه‌ای که حالا خودتون میشناسید و فکر میکنید بهتون کمک میکنه اون رو انجام بدید. حتما راحت باشید و هر جوری که دوست دارید حرکاتتون رو برای خودتون بکنید.
من شاید دوست داشته باشم تو این لحظه یه خورده دستام رو بکشم بالا، یه کشش طولی به ستون فقراتم بدم. شما هم اگر حرکت دیگه ای هست که دوست دارید انجام بدید انجامش بدید. خورده به سمت راست، خورده به سمت چپ. این ستون فقراتم رو دوست دارم بیدار کنم. خیلی عالی. و بعد رها میکنم. میام توی وضعیت 4 دست و پا. توی جلسه قبل توضیح دادم اندازه های حرکت 4 دست و پا رو. اگر که اون جلسه رو انجام ندادید میتونید با اون هم همراه بشید. شانه بالای مچ دستمون قرار میگیره و لگن بالای زانو. درست گفتم دیگه، لگن بالای زانو و شانه بالای مچ دست. شکم رو رها نمی‌کنیم به سمت پایین، قشنگ سفت خودمون رو میگیریم، زیر شکممون رو منقبض میکنیم یه جوری که بتونیم نفس بکشیم، راحت باشیم، خیلی فشار نیاز نیست. توی وضعیت 4 دست و پا یا تیبل تاپ یه کوچولو به سمت عقب و جلو حرکت میدیم بدنمون رو. دم بازدم، دم بازدم و بعد به سمت راست، سمت چپ، راست، چپ، دم بازدم، دم بازدم. میتونیم دایره بکشیم به سمت راست، چپ. دوبار تکرار کنیم این حرکت رو و بعد جهتمون رو تغییر بدیم. این بار به سمت چپ، جلو، راست، عقب. دم بازدم، لبخند روی لبها. بعد از چند بار تکرار زانوامون رو باز میکنیم، لگن رو میکشیم به سمت عقب، میایم توی وضعیت چایلد پوز. بدن رو رها میکنیم روی زمین. گفتم توی جلسه قبل گفتم که نیاز نیست بدنتون فشار بیارید، اصلا اینجا هستیم که یه حال خوب به بدنمون بیاریم. پس اگر براتون تا همینجا خوب هست، اگر نیاز نیست دست‌ها رو خیلی دور کنید، همون وضعیتی که برای شما راحت هست رو پیدا کنید. اگر لگنتون به پاشنه‌های پا خیلی نزدیک نمیشه اشکال نداره، هر چقدر که براتون راحت هست حرکتتون رو انجام بدید. میام به وضعیت چایلد پوز. یک دم عمیق و بازدم عمیق. یک بار دیگه دم و بازدم. بعد خیلی آروم بدن رو میاریم به سمت بالا. دوباره توی وضعیت چایلد پوز خودمون رو پیدا میکنیم. اگر نیاز هست به زانواتون فشار میاد، حتما یه چیز نرم زیر زانواتون قرار بدید و مطمئن باشید که به زانوتون فشاری وارد نشه. پای راست رو میکشیم به سمت عقب. دوباره شکممون رو چک میکنیم، خورده انقباض زیر ناف و انگشتای پا رو به سمت عقب و جلو. فلکس، پوینت و فلکس. دم و بازدم. دقت کنید که شونه از گوش دور باشه و طول گردنتون رو بلند کنید. دم و بازدم. اگر خسته شدید برگردید، یک کوچولو به دست‌ها حرکت بدید و بعد دوباره بیایید توی وضعیت 4 دست و پا و ادامه بدید. دم، بازدم، دم و بازدم. جهتمون رو تغییر میدیم. این بار پای چپ میره به سمت عقب، انگشت ها رو پوینت و فلکس میکنیم. احساسی که توی بدنتون دارید توجه کنید. دم و بازدم هاتون عمیق و آرام. یادمون نره شکممون نیاد به سمت پایینا. این زیر شکمتون رو منقبض کنید. دم و بازدم و بعد از چند تنفس زانو رو برمیگردونیم روی زمین. این
محفوظن رو میذارم کنار. دوباره اندازم رو توی وضعیت 4 دست و پا چک میکنم، مطمئن میشم که جای درستی هست. برای خودتون وقت بذارید. اگر که وضعیتتون درست نیست عجله نکنید، قشنگ وضعیت رو پیدا کنید و بعد زانوها رو جدا کنید. با زانوی خم لگن رو میکشم به سمت سقف، در حالی که دارم کف دستها رو فشار میدم. طول پشت بدنم رو قشنگ میکشم. میدونی چی میگم؟ پشت بدن کاملا باید صاف باشه. اگر که پاشنه میرسه به زمین، خب، ولی پشتم گرده، این حرکت فایده ای نداره. قرار هست که زانوها رو خم کنیم، شکم رو به رانمون نزدیک کنیم و بعد پاشنه رو به زمین نزدیک کنیم. اگر نمیشه اشکالی نداره، زانو رو خم نگه میداریم، کف دست ها فشار میدیم، انگشتا رو قشنگ از هم دیگه فاصله میدیم، لگن به سمت آسمون، ستون فقرات صاف و کشیده و لگن به سمت سقف. حالا اینجا یه کوچولو پای راست، پاشنه پای راست به زمین نزدیک میشه، برش میگردونیم. پاشنه پای چپ، تنفس حبس نشه ها، دم و بازدم. اگر خسته شدید برگردید، زانوها رو بذارید روی زمین و دست‌ها رو کنار بدنتون استراحت بدید. یک دم و بازدم، یک دم و بازدم دیگه. شاید یک دم و بازدم از طریق دهان، دم از طریق بینی، بازدم از طریق دهان. دوباره برمیگردیم توی وضعیت 4 دست و پا، زانوها رو جدا میکنیم و سگ سر به پایین، ستون فقرات کشیده، زانوها خم، یکی یکی، پنجه پاشنه، پنجه پاشنه، پنجه و پاشنه، دم و بازدم. کوچولو به جلو قدم میزنیم. اگر نیاز هست زانوها رو خم میکنیم، آرنج های مخالف رو با دستمون میگیریم و بدن رو رها میکنیم به سمت راست، چپ، راست و چپ حرکت میدیم. جسه میگیم ستون فقرات، گردنمون رها شه به سمت زمین، کشش پشت پاها رو احساس میکنیم. اگر نیاز هست زانوها رو بیشتر خم میکنیم، اگر میتونیم صافش میکنیم. در حد توان شکممون رو به ران پا نزدیک میکنیم. بعد از چند تنفس خیلی آروم مهره به مهره پشتمون رو گرد میکنیم، میایم به سمت بالا. این وضعیت دست‌ها رو میایم جلوی قفسه سینه، به احساسی که داریم توجه میکنیم و به ریتم دم و بازدم. دم و بازدم، دم و بازدم. در همین وضعیت ایستاده‌ای که هستیم، دست راستم رو میکشم به سمت چپ، یه کوچولو کشش به سمت توی پهلوی راست و بعد برمیگردم، جهتم رو تغییر میدم، یه کوچولو کشش در پهلوی چپ، برمیگردم، میام جلوی متن. دوباره با ستون فقرات صاف میرم به سمت جلو. اگر نیاز هست کوچولو زانوها رو خم میکنم و بعد کف دستم رو میذارم روی زمین، پای راستم رو جدا میکنم، یه کوچولو میبرم به سمت عقب. اگر بیشتر میتونم یه کوچولو بیشتر، اگر نیاز هست یه چیزی زیر زانوم قرار میدم. انگشتای دست روی زمین، ستون فقرات رو کاملا صاف کن، بکش به سمت بالا، قفسه سینه باز، کشش رو توی پاهات احساس کن. اگر زیاده میتونی یا کوچولو به خودت نزدیکش کنی. یک دم و بازدم و رها میکنی. پای چپم میره به سمت عقب، این بار پای راستم رو میارم به سمت جلو. اگر نمیتونم با یک پرش بیارمش بین دست ها، از دستم کمک میگیرم و میذارمش جلو. دوباره روی انگشتای دستمون، ستون قفسه سینه باز، شونه از گوش دور، دم و بازدم. کشش رو توی پا احساس کن، کشش کوچولو توی
جلوی پاها و بعد از یک دم و بازدم رها میکنیم، پاها رو میبریم به سمت عقب. اگر اذیت هستید نیاز هست از دستتون کمک بگیرید، حتما این کار رو انجام بدید. میایم توی وضعیت نشسته و از اینجا پاهامون رو به سمت جلو صاف میکنیم. دوباره به پشتمون دراز میکشیم، خیلی آروم. بدن رو رها میکنیم روی زمین، یه کوچولو زانوها رو به سمت راست و چپ حرکت میدیم. دم و بازدم، دم و بازدم. احساسی که دارید توجه کنید. مطمئن شید که روی سرتون گردنتون فشاری نباشه و بعد پاها رو بکشید به سمت بالا. نفس جاری. هر چند تنفس این وضعیت قرار میگیرید. اگر که دارید اذیت میشید میتونید از دیوار کمک بگیرید که فشار کمتر شه. یک بار دیگه دم، بازدم. اگر پا داره به لرزه میفته هیچ اشکالی نداره، طبیعیه، داره قدرت پاهامون افزایش پیدا میکنه. دم و بازدم. زانوها رو میاریم توی بغلمون. یه خورده خودمون رو به سمت راست و چپ حرکت بدیم. زانوی راست توی شکم، پای چپمون رو صاف میکنیم در حد تب و بعد جهت رو تغییر میدیم. خیلی عالی. و بعد پا رو به خودمون نزدیک میکنیم، دم میگیریم، لگن میاد به سمت بالا، بازدم، دم بالا. به بدنتون آگاه باشید. اگر فشاری، دردی دارید توی تمرین، اون حرکت رو انجام ندید. و اینکه یک کوچولو برای خودتون راحت ترش کنین حرکت رو. دم و بازدم. برمیگردیم. آماده میشیم برای شاواسانا. اگر حرکت دیگه هست که دوست دارید انجام بدید، پیچ ستون فقرات باشه، حرکتی که فکر میکنید الان بهش نیاز دارید، کشش طولی باشه یا هر حرکت دیگه‌ای، میتونید انجامش بدید. و بعد پای راست به سمت راست، پای چپ به سمت چپ و بدن رو رها میکنیم روی زمین. توی وضعیت شاواسانا کف دست به سمت سقف است. حرکت پایانی یوگا. اجازه میدیم که پاها رها باشه، بین دست ها باز، زیر بغلمون باز باشه، پاهامون راحت باشه. اگر به گودی کمر داره بهش فشار میاد، باید یه چیز کوچولو زیر زانوهاتون قرار بدید که این گودی کمر کاملا پر بشه و بچسبه به زمین. اجازه میدیم که انگشتای پا، کف پا، روی پا، مچ پا، ساق، زانو، ران، لگن، شکم، کمر، ستون فقرات، قفسه سینه، دستها از انگشتها، تک تک انگشتها تا شانه، رهای رها. کار ذوب میشه به سمت زمین. گلو و گردن، جناق سینه، چانه، فک، گونه ها، پیشانی، تاج سر، پس سر و تمام بدن رها و
یک دم عمیق میگیریم و باز دم عمیق از طریق دهان. خیلی آروم به یک سمت از بدنمون قلب می‌خوریم با چشم‌های بسته هنوز. هر وقت که احساس آمادگی کردیم به کمک دستمون بلند میشیم، یک وضعیت نشسته قرار میگیریم. دست ها رو جلوی قفسه سینه، کف دست ها رو به هم دیگه میچسبونیم. یک دم عمیق و باز دم عمیق و آرام کف دست ها رو به هم دیگه ماساژ میدیم. گرما ایجاد میکنیم توی کف دست، انرژی و به آرومی چسبونیم به چشم هامون. انگار یه کاسه، 2 تا کاسه روی چشم هامون گذاشتیم. میش روی قلبمون دست هامون رو و به آرومی چشم هامون رو باز میکنیم. ناماسته، خیلی ممنونم که همراه هم بودید. جلسه دوم از چالش یوگای کاملا مبتدی. توی جلسه بعد میبینمتون. خدا نگهدار.